سلام خوش اومدید. اینجا کافه بیولوژی. توی این بخش و سری بخش‌های بعدی میخوایم در مورد آناتومی ستون فقرات یا همون vertebral column با همدیگه به بحث و بررسی بشیم و آشنا بشیم با موقعیت دقیق مکانی یا لوکیشن ستون فقرات، یعنی اینکه بدونیم از کجا شروع شده و تا کجا ادامه داره، دقیقاً کجای بدن قرار گرفته. در مورد اجزای سازنده و بخش‌های مختلف ستون فقرات می‌خوایم آشنایی پیدا کنیم. در مورد اینکه چه وظایف و کارکردی این ستون فقرات توی بدن ما ایفا می‌کنه، اینها رو بدونیم. در مورد کروچر یا انحنای ستون فقرات از زمان جنینی یا همون امبریونیک تا زمان ادالت یا بزرگسالی اونها رو بررسی کنیم و موارد آنورمال اونها رو مورد توجه قرار بدیم. در مورد استخوان‌های تیپیک و آتیپیک ستون فقرات صحبت کنیم. در مورد نواحی خاص استخوانی یا همون لندمارک ها مثل اسپاینس پروسس، پدیکل، لمینا، بادی و مفاصل صحبت خواهیم کرد و در مورد موارد بسیار دیگه‌ای که به کار ما میاد. ما سعی کردیم توی این قسمت فقط صرفاً از منابع پزشکی استفاده نکنیم. از منابع مختلفی استفاده میکنیم و سعی میکنیم تمامی رشته‌های مرتبط از این ویدیوها استفاده کنن. طبق روال همیشه کافی‌ها رو بریم بالا تا با انرژی شروع کنیم. اول کار بیایم ببینیم vertebral column به چه معناست، توی فارسی چه معنایی میده. اینو تجزیه کنیم، تحلیل کنیم، ببینیم قضیه از چه قرار. نگاه کنید، vertebral یعنی مهره‌ای، یعنی فقره‌ای. vertebral از ریشه vertebrae میاد. vertebrae یعنی مهره. خب و پسوند AL که اینجا من این رو بکشم پایین، پسوند AL که میاد حالت صفتی میده به این اسم. به طور مثال ما میگیم conversation، مکالمه. conversational میشه مکالمه ای، همون ای فارسی در واقع بهش چسبیده میشه. پس اینجا vertebral میشه مهره‌ای. بریم سراغ این یکی کلمه، این یکی اسم میشه چی؟ column. column به فارسی میشه ستون. میگم بابا ستون همون قضیه است. خب بیایم اینها رو جدا جدا بررسی کنیم و در انتها با هم دیگه ترکیب کنیم و مفهوم این رو کامل جا بندازیم و بدونیم که قضیه از چه قراره. کالم همون ستون میشه. ستون خیلی چیز بدیهیه دیگه، ما اکثرا تو سازه ها و ساختمون ها و جاهای مختلف میبینیم. این ستون به چه درد میخوره؟ ستون رو اکثرا تو ساختمون ها میزنن که وزن طاق و سازه های اطرافش رو توزیع و منتقل کنه به اطراف خودش یا به صورت یک محور عمودی رو به پایین به پی ساختمون اون وزن منتقل بشه و از اونجا منتقل بشه به کجا؟ به کف زمین. ستون گفتیم چیه؟ الان میخوام ببینیم از چه اجزایی تشکیل میشه. اکثرا میبینید میلگردها به صورت نر و ماده، خب به صورت نر و ماده به هم دیگه مفصل میشن، به هم دیگه اتصال پیدا میکنن و اینها میرن بالا و در انتها قالب گیری میشه و بتون ریخته میشه توش و یه ستونی رو تشکیل میده و این ستون باعث استحکام اون ساختمون میشه و یکی از پارامترهای اصلی یه ساختمون همون ستون اونجا هستش. این تا اینجا ستون رو فهمیدیم. ورتبرا چی هستش؟ ورتبری چی هستش؟
ورتبره یا ما اصطلاحاً فقره یا مهره میگیم. مهره دیگه، پیچ و مهره دیدین دیگه، این یه پیچه، این هم یه مهره است که وارد این میشه. نگاه کنید. خب این مهره چه شکلیه؟ یه سوراخ داره وسطش. این سوراخ خیلی مهمه، این فرامنه خیلی مهمه. یه سوراخ داره و میبینید دارای اطراف مختلفی هستش و حالا وسط یه شیارایی داره که با یه پیچ چفت میشه، قفل میشه و یه کارهای خاصی رو انجام میده برای ما. خب پس فهمیدیم ستون چیه و فقره چیه یا مهره چیه. الان اینطوری نیستش که ما بیایم بگیم یه ستونی هستش که مهره ها روی اون سوار شدن. نه، ورتبرال کالم منظورش اینه ستونی از مهره هاست. نگاه کنید، این یه مهره، این دو مهره، این سه مهره. این مهره ها، این چرا افتاد؟ این مهره ها روی همدیگه قرار میگیرند خب و یک ستونی رو تشکیل میدن توی بدن ما که دارای این سوراخ هستن. و نگاه کنید، این پیچ رو من به عنوان یک نماد قرار گرفتم و میان احاطه میکنن این پیچ رو. این پیچ در واقع همون نماد اسپاینال کورد یا نخاع شوکی ما هستش. مهره ها در کنار همدیگه جمع میشن و میبینیم که دارن از یک چیزی به نام پیچ که در واقع همون نخاع شوکی یا اسپاینال کورد هست محافظت میکنن. اینها علاوه بر این که دارن استحکام رو حفظ میکنند، استیبلیتی رو حفظ میکنند، یک انعطافی به بدن ما میدن، در این حال دارن عمل پروتکشن یا محافظت رو ایفا میکنند. اینها به صورت کلی کارهایی بود که با همدیگه فهمیدیم. پس تا اینجای کار فهمیدیم که مهره ها در کنار هم جمع شدن و یک ستونی رو به وجود آوردن که بتونن کارهای مختلفی انجام بدن. الان بریم سراغ لوکیشن و جایگاه اصلی اونها. اما قبل اینکه وارد این مبحث بشیم، دو تا مورد ریویو داشته باشیم، مرور داشته باشیم که مطلب خوب جا بیفته و روشن و واضح بشه. ما سیستم اسکلتی رو به دو قسمت تقسیم میکردیم. یکی آکزیال اسکلتون، اسکلت محوری، و یکی اپندیکولار اسکلتون، اسکلت جانبی که شامل پاها و دستها و اینها میشد که بهش میگفتیم آپر لیمب و لاور لیمب، و چیزایی که وسط قرار داشتن به سمت خط میانه بودن بهش میگفتیم آکزیال اسکلتون. خب تقریبا فکر کنم براتون واضحه که ستون فقرات چون بعد از جمجمه شروع شده و تا ته ادامه داره، تا انتهای کوکسیژال ادامه داره و در میانه و وسط بدن من قرار داره، یعنی در میانه وسط قرار گرفته، در محور قرار گرفته، به اینجا میگیم آکزیال اسکلتون. پس مورد اول فهمیدیم که ستون فقرات یا همون ورتبرال کالم جزء چی هستش؟ جزء آکزیال اسکلتون هستش. این مورد یک. مورد دو، اگر یادتون باشه بون شیپ داشتیم یا اشکال مختلف استخوان‌ها داشتیم که به 5 دسته اصلی تقسیم می‌کردیم. این 5 دسته حالا در بعضی منابع 4 تاست، بعضی منابع 5 تا، اما ما 5 تا رو در نظر می‌گیریم. یکی استخوان‌های لانگ بون بودن که دارای شفتی طولانی بودن، دارای 2 سر بودن و ما اینها رو استخوان‌های طویل یا لانگ بون میگفتیم، مثل استخوان هومروس، استخوان بازو، رادیوس، اولنا، مثل فمور، مثل تیبیا، فیبولا. اینها استخوان‌های بلند هستن. این یک. دومین استخوان‌های کوتاه یا همون شورت بون ها بودن. استخوان‌های کوتاه یا همون شورت بون ها مثل استخوان‌های ریست جاینت من یا مفصل مچ دست من که ما شامل لونیت و ترابزیوس و ترابزیوم و اسکافوید و اینها میشود. اینها هم که از این.
بعد سومین موردی که داشتیم استخوان‌های فلت بون بودن، استخوان‌های تخت یا پهن ما بودن، مثل استخوان‌های دنده که حالت شیلد مانند و محافظت داره، همون رایپ ها، مثل استخوان جناق سینه یا همون استرنوم رو داشتیم که اینها هم شامل اون اشکال می شدن. مورد چهارم استخوان‌های ایرگولر بودن. این استخوان‌ها اصطلاحاً بهش میگن استخوان‌های نامنظم، قانون خاصی رو تبعیت نمی‌کنن، شکل‌های مختلفی دارن، به خاطر همین بهش میگیم نامنظم. و دقیقاً همین مهره‌ها، ستون مهره‌ای، استخوان‌های ستون مهره‌ای که می‌خوایم بررسی کنیم دقیقاً شامل همین استخوان‌های ایرگولار یا استخوان‌های نامنظم میشه که دقیقاً توی اشکال هم اینها رو خواهید دید. و برای اینکه مرورمون تکمیل بشه، پنجمین نوع استخوان رو از نظر شکلی و شیپی بخوایم بررسی کنیم، استخوان‌های سزاموئید بودن. حالا سساموئید میگن، سزاموئید میگن، که معنیش استخوان‌های کنجدی میشد که معروف‌ترین اونها همون استخوان پتلا یا استخوان کشکک زانوی پای ما میشه. بریم سراغ اصل مطلب، ببینیم دقیقاً از کجا شروع میشه تا کجا ادامه داره. پس دو مورد رو فهمیدیم که استخوان‌های ما، استخوان‌های ستون فقرات، جزو آکزیال اسکلتون هستند. و مورد دوم فهمیدیم که این استخوان‌ها جزو استخوان‌های ایرگولار یا استخوان‌های نامنظم هستند. این دوتا اوکی، بریم سراغ اصل مطلب.